میدونستین تکست انیمیت جذاب میتونی چقدر ایزی توی افتر افکت بسازی؟ برای دریافت لینک آموزشش توی یوتیوب کافیه که فقط کلمه متن رو کامنت کنی و یاد نره قبلش پیج هم فایل داشته باشی. برای اینکه بتونید تکست انیمیت جذاب بسازید وارد افتر افکتتون بشید. حالا من اینجا نیو پروژکت باز میکنم. اینجا من یه سیکونس بسازم که راحت‌تر بهتون بگم. اینجا وقتی سیکونسمو ساختم میام تکستم اینجا می‌نویسم. سلام چطوری سلطان. بعدش اینو برمیدم حالا وسط چین میکنم و فلان اینا، کلی بهش جلوه و اینا. من استروکش هم دارم حال نمیکنم. وقتی که نوشتید حالا برمیدارید از پلاگین تکستیوو که براتون داخل کانال تلگرامی با آیدی علی HSDDD که این پایین براتون میاد گذاشتم. پلاگین یعنی اسکریپت تکستیوو رو برای خودتون نصب میکنید. حالا چطوریه؟ وقتی که اسکریپت رو دانلود کردید، حتی بهش نمیدونم در از صورت اسکریپت ولی خب معمولا بهش میگن پلاگین، میان اینجا از بخش فایل اینجا اسکریپت رو میزنین و از اینجا اینستال اسکریپت فایل رو میزنید و اینو که زدید میرید حالا تکستیوو رو اونجا پیدا میکنید داخل اون فایلی که براتون گذاشتم و روش سلکت میکنین و اینجا سلکت رو میزنین و براتون نصب. بعدش میین از همون باز قسمت فایل دوباره اسکریپت اینجا میید پلاگین یا همون اسکریپت تکستیوو رو از تکستیوو 2 از اینجا انتخاب میکنید که بیاد تو صفحه. حالا من اینجا نگاه کنید درست براتون اینطوری میاد. صبر کنین درست براتون مثلا حالت اینطوری مونم. خب از اینجا بگیریدش کلا بذارید یه گوشه همیشه براتون باشه. بعدش که اینو انتخاب کردید حالا برای متنتون نیازه که فقط روش کلیک کنید و از اینجا این بیلاور رو بزنید. بعد اینکه بیلاور زدید روش اعمال میشه رو متنتون و حالا تنها کاری که نیازی اینه که بکنید این تنها کاری که نیازی اینه که برید این بخش و از اینجا بذارید روی وردز. حالا چرا وردز؟ چون اگه روی لتر بود اینجا حروف به حروف میومد بالا و اصلا من حال نمیکنم با این قضیه. این دیلیش هم بذارید روی 2 و اینجا حالا ترانسفورم باز کنید، اوپاسیتی رو بکنید 0. البته قبلی که اوپاسیتی رو بکنید 0 بیاین تو پوزیشن اینجا وایش رو یک ذره بدید پایین از جایی که میخواید بیاد بالا. حالا من از اینجا بزنم بالا و اوپاسیتیش رو 0 کنید. حالا وقتی اینجا اسپیس رو بزنید میبینید به چقدر خفن شد حاجی. حالا جدا از اون چیز دیگه هم داره، روتیشن داره، اسکیل روتیشن یعنی با چرخش بیاد بالا. مثلا نگاه کن من اگه زاویه بدم نگاه کن با چرخش میاد بالا، دیدی؟ یا مثلا از اینجا اسکیل داره، مثلا میتونی از بزرگ به کوچیک کنی. اینجا نگاه کن منم بزرگش میکنم که مثلا بزرگ شه باز کوچیک شه، دیدی؟ خیلی باحالن. چی؟ حالا اینا هیچ. بذار من برگردونم به همون تنظیمات اصلی خودش که خیلی خفن بود. اینجا پوزیتیو 0 میکنم. خب این از اون چیزی که خواستم بهتون آموزش بدم. حالا چیکار میکنین؟ حالا برای اینکه بتونید راحت‌تر برای همه متناتون اعمال کنید میاد اینجا روش کلیک میکنید و میاد اینجا این بخش میزنید opens the presets window، اینو میزنید و از اینجا گزینه اد رو میزنید. حالا اد چیه؟ اد اینجا یعنی چیه؟ یعنی همون تنظیمات که اعمال کردین برای این تکست رو اینجا سیو کنید که مثلا میزنم علی، مثلا میزنم تکست. اینجا که وقتی زدین به عنوان تکست اینجا براتون نمایش داده میشه. حالا مثلا فرض کن من اینو پاک کنم، اینو مثلا پاک کردم، خب میام اینو کلیک میکنم، مثلا یک حالت عادی میخوام انیمیت بدم، خیلی ایزی و تو خیلی کمترین فرصت و کمترین تایم ممکن. میاد روش کلیک میکنید، فقط اینجا اینو میزنید و از اینجا رو تکست کلیک میکنید. حالا دیدید که خیلی ایزی براتون بالا میاد. نگاه کنید، بذارید من کلیک کنم. البته ناگفته نمونه بعضی موقع از این که مثلا میاد از اینجا انتخاب میکنید و از اینجا اپلای رو میزنید فلان اینا، یک سری باگا داره که مثلا شما باید کی فریم بدید. نگاه کنید ما اونجا اوپاسیتی کلا 0 کرده بودیم ولی خب اینجا باید با کی فریم از 0 تا 100 ببرید تا موقع میاد بالا. ولی بازم از نظر خودتون اگه حوصله دارید و میخواید کار قشنگ‌تر در بیاد از اینجا برای هر متن اینو بزنید و فقط یک اینجا دیلیش رو 2 کنید و از اینجا بذارید توی وردز و دیگه چی می‌خواستم بگم و اوپاسیتیش 0 کنیم. چیز دیگه هم لازم نیست. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو رو با هم دیدی. ایشالله که تو ویدیو استفاده کنی و بهتر کنی. خیلی دوست دارم. چنلم یاد نره ساب کنی. عشق منی فعلا.